سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 10 ایون همراه شما. در پایتخت تاجیکستان در چارچوب کنفرانس بین المللی آب برای حیات گفتگو و بحث ها درباره راه‌های تامین بهتر انسانیت با آب پاک آشامیدنی راه ندادن به جنگ و جدال ها برای آب ادامه کرد. در نشست‌های علاهیده نمایندگان حکومت‌های کشورهای گوناگون، سازمان‌های بین‌المللی درباره شیوه‌های استفاده با ثمر آب، تقسیم عادلانه و مقاومت با خطرهای صحبت کردند که ممکن است انسانیت با آن در آینده روبرو شود. ما تنها درباره آب و بهداشت صحبت نمی‌کنیم، ما درباره مدیریت فراگیر استفاده آب صحبت می‌کنیم، از جمله راجع به آب برای کشت و تولید غذا. همه را باید در مجموع گرفت. اگر این مسئله را در مجموع حل نکنیم، آنگاه در نهایت جنگ‌ها برای آب می‌شوند. در سراسر جهان تا کنون میلیاردها نفر به آب پاک دسترسی ندارند و آب آلوده و سرچشمه بیماری‌ها را استعمال می‌کنند. روز پیشتر از این در کنفرانس یاب در دوشنبه گفتند روزانه در سراسر جهان تقریباً 1000 کودک تا 5 ساله از بیماری‌های سیریاتی می‌فوتند که انگیزنده‌های آن بیماری‌ها از آب آلوده سرایت می‌کنند. تاجیکستان سرچشمه 60% آب تمام آسیای مرکزی است، ولی بسیاری از مردم کشور نیز از آب پاک محرومند. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون بحث برانگیز را اصلاح کرد که مایه تشویش و نگرانی جامعه مدنی در کشور شده است. بر اساس اصلاحاتی که به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی روز 10 ایون وارد کردند، سازمان‌های غیر دولتی در تاجیکستان باید سرچشمه‌های کمک‌های مالیشان را نشان بدهند. این تشکیلات فکر کردند که ما می‌خواهیم نظام اجازه‌دهی قبول مبلغ‌های خارجی رو جوری کنیم. ما این نیت رو نداریم، برای همین آنها فقط آگاه میکنند که کدام مبلغ‌ها رو با قبول کرده شدن، مبلغ‌های خارجی رو و با کدام مقصد. سازمان‌های غیر حکومتی میگویند قانون مذکور رسمیات را زیاد و فعالیت آنها را محدود میکند. به گفته نمایندگان جامعه مدنی، فعالیت مالی آنها در حساباتشان هست و ضرورت به حسابات علاوه‌ای وجود ندارد. در تاجیکستان 2602 اتحادیه جمعیتی با 11000 نفر کارگر در عرصه‌های مختلف از جمله حقوق انسان، اصلاحات کشاورزی و جلوگیری از بیماری‌ها فعالیت دارند. دادگاه عالی تاجیکستان به محاکمه پرونده پرسر و صدای عبدالعزیز عثمانوف معروف به حاجی سمندر و دو شریک او شروع کرد که به قتل دو برادر متهم می‌شوند. در این باره روز 10 ایون به رادیو آزادی در دادگاه عالی خبر دادند. با گفته مفتشان، عبدالعزیز عثمانوف به دو نفر امر داده است که برادران فرهاد و رجب علی کریموف ساکنان ناحیه حصار را بکشند، زیرا این دو برادر پول 100 کیلو هروئین عثمانوف را ندادند. جسدهای برادران کریموف را روز 18 نوامبر سال گذشته در ناحیه رودکی پیدا کردند و چند روز بعد مقامات انتظامی عبدالعزیز عثمانوف و شریکانش سید مراد مدلیف و جمشید رجبوف را دستگیر کردند. این دو نفر در ویدیوی کمیته امنیت اقرار کردند که فرهاد و رجب علی کریموف را در جای خلوت در ناحیه رودکی به سرشان خلطهای سلوفانی کشیده و سپس با ضرب تیر کشتند. و از سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و اردن میگویند برای پیروزی در بازی نخستینشان در سبقت انتخابی جام جهانی فوتبال در سال 2018 کمر بستند. در نشست خبری محسن محمدیف، سرمربی تیم ملی تاجیکستان، او گفت که فوتبالبازان تاجیک امیدوارند رقیبان اردنیشان را شکست می‌دهند. احمد عبدالقادر، سرمربی تیم اردن، نیز گفت که تیم ملی کشورش به پیروزی به وطن برگشتنی نیست. بازی دسته‌های منتخب تاجیکستان و اردن شام 11 ایون در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.